بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. هموطنان عزیز، خواهران برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ارزش‌های والای دین مقدس اسلام و عنعنه اصیل کشور ما به زن و جایگاه آن در جامعه ارج خاصی می‌گذارد و احترام می‌کند. اما در برابر این همه ارجگذاری باز هم خشونت علیه زنان در کشور ما باعث یک مشکل اجتماعی مایه نگرانی همه ما بوده، محو و نابودی آن خواهان توجه همگانی ما می باشد. هموطنان عزیز، زن به حیث بازوی نیرومند هر خانواده و جامعه موجود قابل احترام و دارای همه حقوق بشری و مدنی در تمام جوامع بوده. در پیشرفت‌های علوم دینی، تکنولوژی و اقتصاد امروزی بشر در کنار مردان سهم زنان نیز ارزنده و برجسته می باشد. لله الحمد، در 12 سال گذشته افغانستان در زمینه اعاده حقوق زنان، بهبود موقعیت و وضعیت زنان و سهم نمودن زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه موفقیت‌های چشمگیر داشته است. اما در کنار این همه تلاش‌های مثمر با تأسف باید یادآور شوم که موارد خشونت هنوز هم در کشور ما دیده می‌شود. رخدادهای ناگوار و خشونت علیه زنان موارد تازه این نوع حادثات غم‌انگیز در کشور ما می باشد. خشونت در برابر زن یک عمل زشت و خلاف ارشادات دین مبین اسلام و ارزش‌های فرهنگی جامعه ما می باشد، منافی تمام موازین حقوق بشری و مدنی است. خواهران برادران، بنابر عوامل و دلایل گوناگون در روستاها و شهرهای کشور ما خشونت در برابر زن موجود است. متاسفانه ریشه‌کن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیر و تلاش‌های همه‌جانبه و ممتد علمای کرام دین، بزرگان قوم، نهادهای دولتی، حقوق بشری و دفاع حقوق زنان را می‌طلبد. مؤسسات مسئول حکومتی به همکاری نهادهای عدلی و قضایی کشور و همین نهادهای حقوق بشر و حقوق زن بایستی برنامه‌های کارآمد و عملی را برای رهایی زنان کشور از رنج و مصیبت خشونت طرح و از راه‌های ممکن برای تطبیق آن تلاش نمایند. عنصر اساسی و اولی این مبارزه آگاهی عام است. تا زمانی که تمام مردم شهرها و روستاهای کشور، هم از زنان و مردان، از تمام حقوق اجتماعی و بشری زنان، خانواده و جامعه اطلاع کامل نداشته باشند، مبارزه برای محو خشونت با دشواری روبرو خواهد بود. کوشش باید شود که مردم روستاها و شهرها از راه تبلیغ ارشادات دینی و ارزش‌های فرهنگی از حقوق زن اطلاع کامل حاصل کنند. تدویر کنفرانس‌ها و سمینارها و نشست‌ها با علما و مشران قوم، طرح و تطبیق راه‌های عملی و سودمند در مبارزه علیه خشونت در برابر زن نیز اهمیت خاص دارند. ولی فراموش نباید کرد که شرایط مبارزه با خشونت علیه زن در شهرها و روستاها یکسان نیست. ما بایستی مطابق با روحیه جامعه شهری و همین سان روستایی خود برنامه‌های عملی آگاهی دهی را تطبیق نماییم. هموطنان گرامی، برای مبارزه در برابر این عمل زشت و دور از ارزش‌های انسانی و دینی، از تمام مؤسسات زیرفت دولتی به شمول نهادهای عدلی و قضایی، تمام علمای کرام دین، ملا امامان و خطیبان محترم صمیمانه تقاضا می‌نماییم تا در برابر ظلمی که بر زنان افغان صورت می‌گیرد با آواز رسا صدایشان را بلند کنند. از راه تبلیغ در مساجد و توضیح احکام دین ما پیرامان حقوق زن دین ملی و دینیشان را ادا کنند. هموطنان عزیز، وظیفه ملی و انسانی رسانه‌های کشور، خصوصا رادیو هاست که درباره حقوق زنان، نکوهش خشونت در برابر زنان و
و اسرار این عمل که گاه باعث از هم پاشیدن شیرازه خانواده ها می شود برنامه های خاصی را پخش و نشر نمایند. در پایان از تمام خانواده های کشور می خواهم که همراه با پسران دخترانشان را نیز به مکتب بفرستند تا تعلیم و سواد بیاموزند. تعلیم و سواد عامل اساسی کاهش خشونت علیه زن خواهد بود و این باعث خواهد شد که حیثیت و کرامت انسانی زنان افغانستان حفظ باشد و در کنار مردان جامعه ما در رشد اقتصادی و سیاسی کشور سهم فعالانه بگیرند. پس بهترین راه رسیدن به منع خشونت علیه زنان آگاهی دادن به زنان و مردان و تعلیم برای دختر پسر ما به خیر جامعه ما و بهبود وضع زن در جامعه ما خواهد بود. تا صحبت آینده خدا نگهدارتان شاد و آباد باشید.